اگر این نکته رو ندونی احتمال داره سر جلسه آزمون هول کنی و آزمون رو از دست بدی. نکته ساده است ولی نیاز به اعتماد به نفس هم داره. میگه حد اکثر مساحت پنجره پذیرایی با عرض 3 متر. خب خیلی میرن سراغ مبحث 4، میخوان اون قانون 1/7 1/8 رو ببینن کجا هستش، در صورتی که اصلا این طور نیستش. با یه مقطع ساده میشه متوجه شد. توی یک مقطع که به این صورت هست، اگر اینجا پذیراییمون باشه و حالا آدما اینجوری وایستن، خب میدونید که یه ارتفاع 1 و 1 به عنوان جان پناه باید داشته باشیم. این ارتفاع هم که ما توی طرح معماری 2.60 به صورت ثابت میگیریم. پس تنها اندازه‌ای که اینجا میمونه 1.5 متره و شما کافیه که این عدد 3 رو ضرب در 1.5 بگیری و 4.5 باقی میمونه و به این صورت میتونی به سوال طراحی جواب بدی.